جماعت مولا با عرض سلام و درود به پایان یا حالی مدد. اما زبین نوزنین، وطنین نوزنین، مهاجرین و تمام بدخشانین سه نو روزان اکمیف دقیقه نه اکمیف ساعتند لبخش خوش وز مخوشن درجان است دجات وزم ترم زمین وزم ترم ملک اکوه شخص و این تدک مشتاق دیدار بیم زود اکوه مرد سخن و این تدک جالب جتیوی ماش سنتت ماش فرهنگ جلوگر چود خو موضوع فلسفه قطعه اساساً مقصد گاب چیز و سر یکم خوی کنم یکی دن در باره شاعر، در باره فیلسوف، در باره یه مرد والای هنر دوستی کت سخن چیدو. شاعر چای؟ شاعر کوی یکو نیدک یو نازنینی نر سخن سکی. شاعر کوی دک یو خلقا وداد سازنز. بدخشانند از قدیم الایم ود سالوی نو تیتول. ارانگو فورسن سالوی ملک و شاعرویت صاحب و شاعرویت داد کلمه نیست و داد این ود بدخشان زمین نیست. یعنی شای شاعرین. ید در برابر اران پیرچه سالوی نو پیر بدخشان سو پیر سید فرخشاد. وقت بزرگین دزگم مرتبه از شاعرند. دزگم مرتبه از شاعرند دکی قوات شاعرین خلقم و غم ززو از قدیم الایم از ماش بابین و خواست پرو سولین. بعد اکوه کوچک زمینند دزگا غلا دلی نختوید. دزگا غلا مردین سخنه نختوید دک. وادین چالو جا خوفنون زمینند وادین یه روشانه بود ماش سنتن. وادین یه روشانه بود ماش جمعیتن. سنجاوام دماغ زفت مثال اگر تسوید نودرت قدرت خوفنونت وادین اگر بلوت تسوید اما فهمید خونام بلوت خاک دوودم واز دیوال مزغلا و بستگه دیوال ماش سنت بدخشون چود آخون ضعیفه دجاتون مرتبه آخونت برداک شده دک دجا یو سزاوار ده دیون وز برنداک شو دی عشق و خلق برداک شد اولین بار شده خود چالو لدوش بيب خد لدوش بيب كات تخت داكون تيزم لدوش سفود بعد از ريلت خويا اكوام تخت داك شد آخون ضعیفه و بشک ات سزاوار ات لایق اکوه مرتبات اکوه درجه سخن چیزرد از تعریف کنم از آخون کشن جوام شاهر لب اما وادر بدخشان چیز بود وادر این بود سنم پرسته وادر این بود مثال ویف شهرین شنجاوان دبوره عشقت و شقت یو فوق دورت زمونه بود اما آخونه یه فرقت از دیف شاهرین یه ده ارماش نظم بدخشون یه دیگه چیز بود یه ده رستمیت ارم بود یه ده مرده ارم بود یه ده دویخ رستم داستون شهران چای یه ده سورو برم دویخ آخونه ارماش نظم بدخشون یه چیز اساسه بود یه ده یمه مالی دزگه تصویر سچا یه ده امه مالی را دزگه درجات صداک شد و این نور ایت فورسان دی چاوی داکشیده و نفاقود اما ویدو وید زولک زفته ماش زفت مارن ایسه لب کم بغل ماش دابره آرسوش باید دی کم بغل زفته یک دزگه بوی چیز نظم داکشیده و وید ارچه نصیبان دات نیست دی فقط واردو آخون ضعیفه بعد و شهرین این فنا شویر ساد بعد اکترام شهرتون عشق تاویتون سرکن نوشتو وزن بعد ارای تفور خواد پیک دیگر دود خو خوی کم چود میوی کنده بخشیده چیدو آخونه حقیقتا استاد فلسفه بدخشان ضعیفه ناطق جمع آل مسلمان ضعیفه وزمانه خو اصل و شهرن دن وریم دن جاتلن بیشک مهاخون ضعیفه او تود گمون ضعیف خو خلق جات بداردن تود علم زواس از بن زندون ضعیفه ماش زفته نوریت سی چای فلسفه نلود شاعر تو شعر جای نقش سلیمان ضعیفه اوف سالمون اجید با امید تو دیدار وین تام خوشین تام جبرمون ضعیفه شیراز تو نوکر سخنان رسته میخوا دنجا توت زنده منی آگن ضعیفه حقیقتا آخون لدوش از بین تویده توزم دزگه چرت دوده دکلود ماش زفن دجگه سویل نره اما الله بخواه خوشم سوت دک و صاحبت و رستم داستان نظم ماش پیدا تسود و شاهنشاه نظم بدخشان پیدا تسود و یک خوشه موید یک دوستان وطنین یوتر مسکو
اوتا روسیه یو با دیدار مهاجرین سد از 99 سالتر ارچا در مهاجرت سد وادن خوکینه و شهرین قطع نخزن وادن خوکینه و سوزین قطع نخزن ات نروزند یو خوبت میمون ماشه نروزند یو خوبت میمون تر مزمینه دجات ویت استقبالا و یک جوه ویت با دیدار و سام اشتم نویم اکتبر مترو اکتبرس که کنسرت نزال مسیس ویت سام بورو با مزا سخنه نخوخم چیز توفای از وطن باشد بودش سرانگین بوی وطن قطعیتش ابور ویت از دیدار تا سیر نسامد ابور ویت یه لحظه و دیدار قد نفهم قلق بسیار آن وطنین اما زبین جلی یا گریبو نرکشون وزوان بزور برغایم چون شچمو چردیست و سران